اگر مدت زیادیه که درگیر ریزش موی شدید هستید و هر کاری میتونستید انجام دادید و نتیجه نگرفتید، اگه تار موهاتون نازک شده و رشدش دیگه مثل قبل نیست، اگه فرق موهاتون باز شده و شقیقه هاتون خالی شده، تراکم موهاتون کم شده یا خط رویش موهاتون عقب رفت داشته، به احتمال زیاد شما درگیر ریزش موی آندروژنیک یا هورمونی هستید. همونطور که توی فیلم میبینید هورمون دیهیدروتستوسترون به فولیکول‌های موی ما میچسبه و جلوی خون رسانی و اکسیژن رسانی به موها رو میگیره و وقتی که خون و اکسیژن به ریشه موهای ما نرسه، موهای ما کم کم نازک و ضعیف میشن و با کمترین فشاری شروع به ریزش میکنن. پس اولین قدم برای درمان اینه که جلوی تبدیل تستوسترون به دیهیدروتستوسترون رو با استفاده از DHT بلاکرها بگیریم. دوره درمان با این ترکیبات حداقل 3 تا 4 ماهه. پس برای نتیجه گرفتن زود قضاوت نکنید.